عقاب وقتی که پرواز میکرد یک زاغ در پشت او نشست و از پشت گردنش نول زدن گرفت. عقاب میتوانست که با یک خود را جنباندن یا که با یک پر زدن او را از خودش رها کند، اما یک قوی که هست، هم بزرگ که هست، این کار رو نکرد و خلاصه کرد که هرچی بیشتر باید به بالا برود، هرچی بلندتر پرواز بکند. وقتی که بلندتر رفتن میگرفت با چندین کیلومترها، کار به جای رسید که در همون منطقه معین دیگر زاغ قدرت و توان نفس کشی رو از دست داد، یعنی دیگر نفس کشیده نمیتوانست، یعنی با اونجا دیگر زاغ بر اومده نمیتوانست، اونجا فقط عقاب ها میتوانستند که براین. از این لحاظ خود را سرازیر کرد به زمین. گمان میکنم از این قصه چیزی رو برای خود گرفته درک کردید. یعنی هر نفری که بدگمان است، بداندیش است، بدگوهر است، بدرفتار است، بدکردار است و نسبت به موفقیت شما، نسبت به کامیابی شما، نسبت به زندگی و کار و روزگار و فعالیت شما هیچگاه اهمیتش ندید. هرچی بیشتر کوششی موفق شدن رو بکنید، یکی خود را به 10 و 10 خود را به 100 و 100 تان را به میلیون تبدیل بدهید. بگذار که زاغ‌ها دیگر نفس کشیده نتوانند.